ماه شریف رمضان پایان می یابد و عید سعید فیطر فرا می رسد. به این مناسبت کل مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک می گویم و به هر خاندان کشور آسایش و آبادی و خیر و برکت آرزو می نمایم. به جامعه و دولت خود ثبات و آرامی آرزو می کنند. آدمان عید سعید فیطر را بعد اجرای یکی از فریضه های اسلام، روزه ماه شریف رمضان، با نیت نیک استقبال می گیرند و کوشش می کنند که خرسندی عیدانه نصیب همه باشد و فیض و ثواب آن نیز به همه برابر رسد. زیرا خداوند پس از یک ماه امتحان و آمرزش این روز را برای همه مسلمانان چون روزی خرسندی و شادی و شفقت و مهربانی مقرر کرده است. در فرجام تمام مردم تاجیکستان عزیزمان را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فیطر تبریک گفته به خرد و بزرگ کشور صاحب استقلالمان تندرستی و خوشبختی، رزق و روزی فراوان، ایمان کامل و آبادی و رشد وطن عزیزمان را آرزو می نمایم. عید سعید فیطر مبارک باشد هموطنان عزیز.